امروز میخوام در مورد یکی از خاص‌ترین عطرهایی که توی کلکسیونم دارم باهاتون صحبت کنم. کلا توی دنیای عطرهای خیلی عجیب غریبی وجود دارن که حالا بعضیاشون نوت‌های خیلی غیر عادی دارن، ظواهر خیلی غیر عادی دارن، ولی عطری که امروز میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم توی دسته‌بندی عطرهای لوکس و خیلی کمیاب قرار میگیره که توی دیزاین حالا بیرونیش زیاد شما چیز خاصی رو نمیبینید، ولی داخل محتویات اون مایه‌ای که داره ادعا میکنه که ورقه‌های طلا به کار برده. امروز میخوام در مورد عطر ژیواگو 24 کارت گولد باهاتون صحبت کنم و خیلی به نظر من چیز جالبی میتونه باشه. پس تا آخرین ویدیو همراه من باشین. سلام بچه‌ها، من نوشا هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. این همون عطر ژیواگو 24 کارت گولد هستش که یه پایه‌ای زیرش داشت که من اون پایه از دستم افتاد و شکست، الان ندارمش. عکسشو براتون توی تصویر میذارم که بیارمش جلو که راحت‌تر بتونین ببینین. یه شیشه اینطوری داره. وقتی که به همش میزنین خیلی این ذرات معلق توش جالبن. به نظر من خیلی دیزاین جذاب و خیلی شیکی داره. من خیلی دوستش دارم. کلا برند ژیواگو یه برند آمریکایی که توی سال 1994 به وجود اومده و خیلی عطرهای متنوعی توی کلکسیونش تا به امروز تولید کرده، ولی از بین اون عطرها که من تست کردم مورد علاقه ترینم این عطر، این مدلش بود. این مدل در سبزش بود و کلا یه عطر بر پایه گل‌های سفیده، هیچ نوع شیرینی یا مثلا سویت بودنی نداره و کلا وقتی که بوش میکنید اینو متوجه میشید که با یه عطر عادی سر و کار ندارید. به نظر من بوی عروس میده، بوی یه عروس خیلی شیک و یه دسته گل سفید، گل مریم. و حالا خیلی ندیدم عروسا توی عروسشون گل مریم رو انتخاب کنن، ولی چون که بوی غالب این عطر مریمه، برای دست گل عروس هم من مریم میاد توی ذهنم. خیلی این عطر روی نوت مریم فوکس کرده و خیلی بوی گل مریم رو میده. نوت هایی که این عطر داره، نوت ابتداییش رز بلغاری هستش، نوت های میانیش مریم و جزمین هستش و نوت های پایانی امبر و گل زنبقه که کلن یک عطر گلی حساب میشه دیگه و یه جورای بوی کلاسیکی داره، کلاسیک قدیمی نه، یه عمقی داره این عطر، یه بوی عمیق خیلی گلیه، یه کوچولو تیزه. اون تیزی که داره به خاطر گل مریم و نوت گل جزمین هستش که باعث میشن عطر یه بوی تند و تیزی به خودش بگیره، ولی در کل خیلی خیلی بوی لاکچری داره و یعنی وقتی که اونو بو میکنید واقعا چیز عادی تو ذهنتون نمیاد، یه بوی خیلی معمولی و عادی، یه بویی که واقعا من هر وقت از این عطر زدم امکان نداشته که کسی ازم نپرسه که اسم عطر چیه. خیلی خیلی زیاد برای من کامپلیمنت گرفت، هر جا میرفتم ازم میپرسیدم بوی عطر چیه و خیلی عطر خاصیه، خیلی دوستش دارم. ولی یه مشکلی که من با این عطر داشتم این اسپریش بود که این تیکه های حالا شناور داخلش، تیکه های طلای توش خیلی خیلی توی این اتمایزرش گیر میکردن و من نمیتونستم اسپری کنم، وگرنه تا الان تمومش کرده بودم اینقدر که دوستش داشتم. و فکر میکنم که عطر من 75 میل باشه، کلا توی همین سایز بوده، یعنی سایز مینی یا سایز 100 میل رو من فکر نمی کنم که تولید کنن. نوت رز با اینکه صدر جدول نوت ها اومده ولی آنچنان توی این عطر خودنمایی نمیکنه، یعنی شما به سختی شاید بتونید یا اصلا نتونید بوی رز رو تشخیص بدید. یا همینطور امبر زیاد گرمی و شیرینی خاصی به این عطر نداده. نوت‌های غالبش همون گل مریم و جزمین هستن که باز هم گل مریم خیلی اینجا خودنمایی میکنه و یک بوی خیلی سبزتور، خیلی زنده لاکچری پودری کلاسیک خیلی 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 باوقاری داره و خیلی ماندگاری داره، خیلی زیاد ماندگاری داره، پخش بوی زیادی داره، خط بوی زیادی داره و
به نظر من محل استفاده این عطر هم خیلی مهمه برای حالا اون چیزی که توی ذهن منه. این عطر عروس هستش. یعنی اگه شما به یک عطر گلیه، یعنی گلی سفید مریمی علاقه داشته باشین، برای عروسیتون به نظر من اینو استفاده کنین، چون واقعا این عطر برای من نمایانگر یه عروس خیلی زیبا هستش. و حالا به جز اونم میتونید توی مراسمات مهمی که دارین، قرارهای مهمی که دارین، این عطر رو استفاده کنین و مطمئن باشین که براتون بازخورد میاره، چون یه عطر عادی نیستش که حالا دستی بزنید برید تا پاساژی، بازاری، جایی. خیلی عطر خاصیه و باید توی مکانها و قرارهای خاصتون ازش استفاده کنید و همه اینو به عنوان یه scent of luxurious معرفی میکنن، یعنی یه بوی بسیار سلطنتی و لاکچری. و برای من این عطر همیشه همین جایگاه رو توی ذهنم داره و علاوه بر حالا ظاهرش و کانسپت تولیدش که حالا همین چیزای طلا هستن بخوایم بگذاریم، بوی خیلی 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 لاکچری هم داره. میتونیم بگیم یه بوی مثل بوی صابون داره، ولی نه هر صابون معمولی. یه بوی، اون بوی تند و تیزی که داره شاید این عطر رو یه عطر سوپی یا صابونی تبدیل کرده باشه، ولی در کل میخوام بگم که عطر شیرین و گرمی اصلا نیست. یه عطر پودری صابونی کلاسیک گلی هستش، مخصوصا گل‌های سفید و خیلی عطر قوی هستش، قوی و وقتی که روی پوست میمونه یه حالت تلخی رو هم داره. تلخی چوبی نیست، یه تلخی گلی داره که خیلی بازم دلنشینه به نظر من. هر وقت خودم زدم یا مامانم هم خیلی به این عطر علاقه داره و هر وقت اون زد واقعا ازش پرسیدن که عطر چیه، چی زدی؟ و به نظر من هر چقدر که روی پوست بیشتر بمونه بیشتر میتونه خودشو نشون بده و یه جورایی روی پوست تغییر نوت داره. یعنی فکر نکنید که یه عطر از اول تا آخر خطی هستش، تغییر نوت کمی داره، اینطوری میتونم بگم. یعنی از ابتدا که میزنیم خیلی تیزه، ولی به مرور زمان یه کوچولو از اون تیزی کم میشه و به یه عطر گلی تلخ خیلی 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 خوشبو تبدیل میشه. و حالا از دیزاینش هم که من میخوام بگم، واقعا این کپ سبزش رو خیلی دوست دارم، طراحیش رو خیلی دوست دارم و کلا همه چیز این عطر به باب دل منه، خیلی دوستش دارم. من توی دیزاین ها که سرچ کردم خیلی از عطرها رو پیدا کردم که بجز برند ژیواگو عطرهایی هم هستن که دوباره همین ورقای طلا رو توی مایهشون به کار بردن. کاربرد خاصی که برای پوست نداره، بیشتر یه جنبه تبلیغاتی و لاکچری بودنه که میخوان حالا به یه بعضی از عطرها اضافه کنن که به نظر من گزینه جالبی هم میتونه باشه. توی همین برند ژیواگو هم عطرهای خیلی زیادی داره که من بخوام براتون بخونم بعضیاشو. عطر اگزاتیک نوار داره که یه عطر مشکی طوره که آروماتیک و میوه‌ای هستش و نوت‌هایی که دارم خیلی نوت‌های باحالی هم براتون میذارم. و یه مدل دیگه هم که من خیلی خوشم اومد اینجا براتون توی تصویر میذارم. این اسمش کانکت ژیواگو هستش که یه عطر آلدهیدیه. عطرهای آلدهیدی اگر نوت آلدهید توی هر عطری دیدین بدونین اون عطر خیلی بوی قدیمی میتونه داشته باشه، خیلی هم میگن بوی مامان بزرگی، به خاطر همین وجود نوت آلدهید هستش. و اینم خب یه عطر خیلی قدیمی میتونه باشه که من واقعا علاقه خاصی به این جور عطرها دارم. عطرهای مردونه هم خیلی زیاد من میبینم که طراحی کرده و همشون هم همینطورن، یعنی همشون هم این ورقه های نازک طلا رو توشون دارن. یه عطر دیگه هم به اسم روزگل داره که من اینا رو توی ایران متاسفانه نتونستم پیدا کنم. یه عطر پودری و میوه‌ای هسته، کاش که میتونستم حداقل یه سمپل از اینا تهیه کنم و براتون نقدش رو بذارم، خیلی جالب و باحال به نظر میرسن. و در کنار تمام خوبیایی که در مورد این عطر گفتم، حالا همون یکی از بدیاش که میتونم بهش اشاره کنم همینه که به راحتی اسپری نمیشه و ممکنه این ذرات توی این اتمایزر گیر کنن و شما رو اذیت کنن. یه موضوع دیگه هم که هست اینه که هر کسی از این توربوها خوشش نمیاد. کلا نوت گل مریم به روش‌های مختلفی میتونه توی عطر استفاده بشه. یعنی یه عطر گل مریمی میتونه خیلی سنگین باشه، یه عطر دیگه میتونه خیلی صیقلی و صاف و نرم باشه بوش.
خیلی بستگی داره که اون عطر چه عطری هستش. نوت مریم توی این عطر یه جورایی تند و تیز، سنگین نیست، یه جورایی بوی تیز و سبزی داره، خیلی خیلی بوی طبیعی داره، انگار که مثلا ناخونتون رو توی یه ساقه سبز گل مریم کرده باشین و اون یه خراش روش انداخته باشین. یه بوی تیز سبز ساقه طور خیلی خیلی طبیعی داره که حالا کسایی که دوستدار عطرای مثلا شیرین و وانیلی طور هستن زیاد از این سبک بوها خوششون نیاد. پس اینو بدونین که این یه عطر خیلی سبز و تیز و مریمی هستش و حالا نمیدونم که جایی باشه که بتونین ازش دکان تهیه کنین و بتونین قبل از خریدش بوش کنین، ولی حتما اگر خواستین این عطر رو تهیه کنید حتما تست ازش داشته باشین. با اینکه عطر خیلی خاص و خوشبویه ولی ممکنه که برای بعضیا خوشایند نباشه یا مثلا بعضیا سلیقه‌شون اینجور عطرا نباشه، ولی در کل خیلی عطر خاصی و من خیلی خیلی دوستش دارم. این بود از ویدیوی امروز و برای خود من خیلی جذاب بود در مورد این عطر صحبت کردن. میخواستم یک ویدیو در مورد عطرهای گل مریمی بسازم ولی دلم نیامد که این عطر رو قاطی اون عطر رو بیارم و دوست داشتم یه ویدیوی خیلی جدا و مفصل در موردش براتون درست کنم و امیدوارم که مثل من از این ویدیو لذت برده باشین و اگر که پیشنهادی دارین توی کامنت ها حتما برای من بنویسین. سابسکرایب کنید به کانال من و لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی همیشه خوشو باش. بوس بهتون. خدافظ.